همه نگرانیت از اینه که فکر میکنی تویی که باید زندگیتو مدیریت کنی، تویی که باید کارها رو انجام بدی. کارها داره انجام میشه، کارها به بهترین شکل خودش در اون هوش هستی، در اون نظم هستی برای تو داره انجام میشه. فکر کردی خودت زندگیتو به اینجا رسوندی، به اینجا اومدی، کسی دیگه تو رو تا اینجا آورد، بقیه‌اش هم خب داره میبره دیگه. تو نیستی، او میکشد قلاب را. چرا انقدر نگرانی؟ چرا میخوای همه کاراتو انجام بدی؟ همه چیز داره جلو میره عزیز من. زندگی تو یه نظمی داره، یه برنامه‌ای داره، یه مسیری داره، یه صاحبی داره. آروم آروم میبرنت. خودتو بکش کنار. صبح پاشو تا شب سر کارتو برو کاراتو بکن. نگران نباش، فقط شاهد و نظاره‌گر این اتفاقات باش. همش به نفعته، همش برات خوبه. سیستم داره کار میکنه برات، اجازه بده کار کنه. زندگیت از اونجا شروع میشه که بفهمی هیچ کاره ای